سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامت زنده باشی. جان جور است؟ شکر الحمدلله جان. شکر خوب است. نام چی است؟ مصطفی. مصطفی جان چی خوب یک دستمال بس کدای سر خود. خیلی اینی نکم در گوش ما ورس بخاطر بس. گوش تو گور است؟ بله. خداوند شفا نصیب بکنه. مصطفی جان میشنویم از خودت چی گفتنی داری؟ شعر داری، پیام داری، چی داری برای ما؟ یک شعر یاد دارم میخونیم خو نفهمیم خوب است یا خراب است باز رنگ میخونیم. از خودت که بشنویم حتما خوب است. بخوان که می زنگ دل ما هم کم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. روزی از خاک خود سفر میکردم، دامن خود را با گریه تر میکردم. با دوش گرفتم بیکی سنگینم را، دیدم گریه های مادر شیرینم. مادرم گفت پسرم میروی زود برگردی، آزرده نکنی دل غمگینم را. از مرز نیمروز روان به ایران شدم، تدیدی بلوچی نامسلمان شدم. بلبلی به خانه منم، مسیر غربت را از وطنم گم کردم. با بدخشان جان بگو باد سلام آب و پاویت در مصطفی جان به شک والا چطور امر بسیار با یک لهجه شیرین و با یک احساس خوب خواندی خودت. خوشی که ما خوب یک وقت همیشه رو ما همیشه در کتاب میخونیم بخاطر او یاد شیر. این شعر از کدام کتاب یاد گرفتی؟ ای کتاب و ای تلفن هم گرفت دیگه. مصطفی جان مادر خودت حیات است؟ مادر خودم. خداوند نگهدارش باشه. خداوند تمام مادرها را عمرشان دراز داشته باشه. این شعر دیگه زیاتر به یگان کسایی که مسافر هستند از مادرهایشان دور هستند به وا خواندی. بله. اما تو بسیار با یک احساس خوب خواندی، واقعا من هم کیف کردم. خب از همین قسم شعرها و گفتنی‌ها یگان چیز دیگه هم داری که بخونی؟ دیگه والا شعر ندارم خب میخونم بازم نفهمم شعر است یا نیست. اگر در یادت هست میتونی یگان دکلمه دیگه هم خب بخوان که گوش کنیم. اینا رو برای کامرای استاد چه فکر؟ میگم من در وصف تو دوتار میزنم، من در غم تو سیگار میزنم. چرس چلم و بنگ تریاک بجای خود دست بر روی یک قطی نسوار میزنم. من در خیال وصف تو جانم به لب رسید، میان کوچه ایتان خود را دار میزنم. خلاص شد. خب سلامت باشی مصطفی جان. همین شعر شوقی خوندی یا یگان گپی داره؟ هر چی یک معنای داره خیر. یک درد دلی داره؟ یکی از عشقی میخونه، یکی خسته، یکی خب بدل خود میخونه. یکی از عاشقی میخونه و یکی از خستگی و یکی از مسافرت. خودت از کدامش خوندی؟ حالا من این شعر اول خواندم به حساب مردمان مسافر، ولی شعری که خواندم خب کسی عاشق است هر چی است بگون بخیرش. مصطفی جان اما تو گپا نباشه در پیش خودت. عاشق نیستی؟ این در سن و سال دیگه فعلا خودت قرار نداری که با در سن و سال با او گپا فکر کنی؟ نه خیلی. نام خدا بچه با استعداد، با فهم و با درک است. خداوند آینده خوب داشته باشه. خوش شدیم بسیار زیاد مصطفی جان. ما همچنان که شما را دیدیم. سلامت باشی. بر ما خدمتی است؟ با ما باشه. زنده باشه. اگر بر بیننده های عزیز یا همسن و سالای خود کدام حرف و پیامی داشته باشی میتونید. زنده باشی. زنده باش. خدا